با عرض سلام و امیدوارم که حالتون خوب باشه و تعطیلات رو به خوبی سپری کرده باشید. با یک وبیناری در خدمت شما هستیم که درخواست خیلی از شما دوستان بوده و عنوان اون هست آشنایی با روش‌های اسکالپ، که سعی می‌کنیم امروز به خوبی با این مقوله در معاملات فارکس آشنا بشیم و بتونیم مثال‌هایی رو هم برای اون خدمت شما ارائه بکنیم. اما یک هشدار خیلی جدی امروز خدمت شما خواهم داد درباره خطرات روش‌های مبتنی بر اسکالپ و باید در جریان باشید که ما هر موقع که سیستم معاملاتی معرفی کردیم از شما خواستیم که اون رو به دقت مطالعه کنید، در حساب‌های آزمایشی اون رو به کار بگیرید و تا جایی که بتونید تسلط کاملی بر اون پیدا بکنید و یواش یواش اون رو به عنوان یک شیوه معاملاتی بخواید که بپذیرید. اما امروز تاکید بیشتری بر این موضوع داریم و از شما خواهش می‌کنیم که شیوه اسکالپ رو حالا به اون شیوهی که امروز خدمت شما توضیح خواهیم داد حتما سعی کنید که تلاش و تمرین بسیار زیادی داشته باشید. اما باید این رو بدونید که روش اسکالپ هر چقدر هم که شما تمرینتون زیاد باشه و تجربه خیلی بالایی هم داشته باشید، به صورت ذاتی روش پرخطری است. بنابراین از شما خواهش میکنم که وبینار امروز رو با دقت ملاحظه بفرمایید و نکاتی که در اون مطرح میشه رو حتما و همیشه رعایت کنید. امروز به صورت کلی با روش‌های اسکالپ آشنا میشیم و سعی میکنیم یک روشی رو هم معرفی کنیم و پیرامون اون جزئیات اون رو خدمت شما شرح بدیم. اما اجازه بدید که در ابتدا مرور کنیم و آشنا بشیم با خود کلمه اسکالپ و کاربرد اون و شیوه‌های مبتنی بر اون در بازارهای مالی. همونطور که احتمالاً همه شما حتما به گوشتون خورده و مطلع هستید، اسکالپ به معاملاتی میگن که در تایم فریم های خیلی کوچیک انجام میشه و این تایم فریم های کوتاه و کوچک در فارکس و پلتفرم های معاملاتی معمولاً 1 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای هست. گرچه خب اغلب ما میدونیم که 1 دقیقه‌ای شاید استاندارد باشه برای روش اسکالپ و ما میخوایم که در این تایم خیلی کوتاه فرصت‌های معاملاتی رو شناسایی بکنیم و سودها رو کسب بکنیم و بتونیم با سرعت خیلی زیادی از بازار هم خارج بشیم. پس این یک تعریف کلی است. تعریف کلی به این شکل اگر ما تایم فریم کاریمون خیلی پایین باشه و به صورت استاندارد و عمومی تایم فریم 1 دقیقه‌ای باشه، شیوه کاری ما رو اسکالپ خواهند گفت که حالا بیشتر با اون آشنا میشیم. اسکالپ یعنی ناخنک زدن به بازار، یعنی شما میخواید از میون تمام فرصت‌های معاملاتی که وجود داره در بازار با ناخنک زدن، یعنی با برداشتن خیلی مقدار کمی از اون سود از بازار خارج بشید. اما خب ترفندی که به کار میبرید برای اینکه این کم بودن میزانی که برداشت میکنیم مساوی باشه با سود خیلی بیشتری و خب قطعاً نیازمند این هست که افراد باید تسلط داشته باشن به مباحث تکنیکال در بازار، کلاً تحلیلگری در بازار و اخبار و مسائل مرتبط به اون باید آشنا باشن و از همه مهمتر مسائل روانی در قضیه اسکالپ خیلی بیشتر دخیل هست. خیلی ها فکر میکنن که روش اسکالپ حداقل این خوبی رو داره که نیاز نداره ما دانش خاصی داشته باشیم و میشه این پشت سیستم و شروع میکنیم به اسکالپ کردن، در حالی که اسکالپ فقط به افرادی توصیه شده که چند سال در بازار هستن، ترید کردن، معامله کردن به شیوه های دیگه و شاید میخوان بخشی از ساعت‌های روزشون رو هم اسکالپ کنن و تازه به اونها توصیه میشه که به عنوان یک فرد تازه کار وارد این شیوه معاملاتی بشن و افرادی که به تازگی با بازار فارکس آشنا شدن و ترید هاشون رو تازه شروع کردن، خیلی
تجربه کافی در تریدهای ریل ندارند، خب اصلا بهشون توصیه نمیشه و یا به همون شیوهی که عرض کردم گام به گام باید با این شیوه آشنا بشه. یک معامله‌گر یا تریدر اسکالپر در واقع چه کار میکنه؟ در طی چند دقیقه، یعنی شروع پوزیشن گرفتنش تا زمانی که میبنده اغلب چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه و حد اکثر 5 نهایتا 6 پیپ در هر معامله مد نظر یک اسکالپر هست و ممکنه که این سبک معامله گری در بعضی پلتفرم ها یا در بعضی از روش های اسکالپ ممکنه به چند ثانیه حتی بکشه، یعنی با 1 یا 2 پیپ بخواد که از بازار خارج شه. البته خب این مشکلی رو به وجود میاره، اون همین که باید به قوانین بروکر شما نگاه بکنید که آیا مدت زمان و تعداد پیپ هایی که شما میخواید اخذ کنید طبق قوانین میتونه مجاز هست یا نه. بنابراین معمولا 5 پیپ رو به عنوان حداکثر در نظر میگیرن، چون تا جایی که من میدونم هیچ بروکری با 5 پیپ طی در واقع حتی چند ثانیه و دقیقه مشکلی نداره و معمولا به این شیوه استاندارد اسکالپ کردن میده. پس با رو بسته شدن معاملات شما ممکنه خیلی زمان کوتاهی رو صرف بکنه، اما اگر به شیوه فعلی معاملاتمون نگاهی بکنیم، یعنی شیوه تکنیکال، شما خواهید دید که گاهی ما یک معامله رو باز میکنیم و این پوزیشن طی چند ساعت و گاهی چند روز باز هست و ما میخوایم نتیجه‌ای که از اون کسب میکنیم با چند پوزیشن دیگه در یک هفته برای ما سودآور باشه. اما در روش اسکالپ شما دنبال این هستید که طی چند دقیقه یک معامله انجام بدید و طی 1-2 ساعت چندین معامله رو که شاید در یک هفته انجام نمیدادید بخواید در این روش انجام بدید. اما بحثی که در روش اسکالپ مطرح هست این که به دلیل اینکه ما میخواهیم سودها رو از لحاظ پیپ با مقدار خیلی کم دریافت بکنیم، پس از اون طرف باید حجم معاملاتی ما یا همون لات معاملات ما باید بالا باشه. یک اسکالپر ممکنه 4 پیپ یا 5 پیپ در یک پوزیشنی بتونه اخذ بکنه، ولی خب تا 1 ساعت یا 2 ساعت چند تا از این معاملات رو انجام میده و هر در واقع معامله‌ای که باز میکنه احتمالاً 5 لات یا 10 لات، حالا بسته به دیپازیتی که داشته، خواهد بود. بنابراین درسته که 5 پیپ اخذ میکنه، اما $500 شاید در اون معامله بتونه کسب بکنه، در حالی که شخصی که پنج رو روی مدیریت سرمایه خودش داره تنظیم میکنه روی پوزیشن خودش و پوزیشن های معمولی بدون روش اسکالپ داره میگیره با تی پی های مثلا 50 الی 60 پیپ، خب این شخص بعد از 50 پیپ شاید بتونه $500 کسب بکنه و البته خب آرامش خاطر اونجا و استاندارد بودن معامله و مدیریت سرمایه در اونجا بیشتر توصیه میشه. اما اصل قضیه در روش اسکالپ اون هست که ما حجم معاملات رو بالا میبریم و با سود خیلی کم از یک معامله خارج میشیم و شاید همین یه روز هم درگیر انجام معامله نباشیم. چیزی که احتمالاً باید تا به اینجا متوجه شده باشید این هست که پس روش اسکالپ نیاز به سرعت عمل و مهارت داره، به خاطر اینکه اگر قرار باشه ما طی چند ثانیه یا چند دقیقه معامله رو باز و بسته بکنیم، باید در بهترین نقطه وارد معامله شده باشیم و در یک موقعیت بسیار مناسب بتونیم با سودی که ناگهان به 4 و 5 پیپ میرسه با توجه به تحرک و نوسان بالای بازار باید بتونیم از معامله خارج بشیم. گرچه برای این موضوع هم اکسپرت هایی و کد هایی ما داریم که بتونه این معاملات رو کنترل بکنه و قطعاً اسکالپر هایی که از اکسپرت های یا اسکریپت های کمکی برای خودشون استفاده میکنن موفق ترن و یه مقدار استرسشون پایین تر هست، به خاطر اینکه بخشی از اون عملیاتی که سرعت عمل و مهارت نیاز داره رو به دست کد میسپارن. ولی به هر حال اگر که دسترسی نباشه به اون اکسپرت ها، باید مهارت خود اون شخص بسیار بالا باشه که در موقعیت بسیار مناسب وارد شه و در یک موقعیت خیلی خوب با سود بتونه خارج شه. چه بسا دیده شده که شما به دلیل نداشتن سرعت عمل معامله شما وارد سود میشه 4 پیپ و 5 پیپ، ولی چون سرعت عمل ندارید یا استرس بالایی بر شما غلبه میکنه
نمیتونید از پوزیشن خارج بشید و این باعث میشه که بازار برمیگرده و مجبور اون رو در زیان ببندید. یکی از مهمترین فاکتورها فاکتور سرعت عمل هست که در اینجا هم داریم به اون اشاره میکنیم. معمولا افرادی که سراغ اسکالپ رفتن و اون رو رها کردن یا افرادی که فقط شنیدن و هیچ وقت سراغش نرفتن به این دلیل بوده که احساس میکنن مدل ترید کردن در روش اسکالپ مدلی است که با شخصیت اونها سازگار نیست و اونها دوست دارن که در یک فرصت کافی و مناسب و با یک طمأنینه و آرامش خاطر خاصی تحلیل بکنن و بر اساس اون بتونن معاملاتی رو داشته باشن که سرعت عملی نیاز نداشته باشه و همینطور در هنگام خروج از معاملات هم بتونن فرصت کافی رو داشته باشن. بنابراین اینجا به این نتیجه میرسیم که دقیقاً به خود شما، شخصیت شما و مسائل روانشناسی شما بستگی داره و اسکالپ توصیه‌ای نیست که نسخه‌ای نیست که در واقع بشه برای همه تریدرها پیشنهاد کرد و باید حداقل تجربه اون شاید بد نباشه اما حداقل باید در نظر داشته باشید که بعد از مدتی اگر احساس کردید که برای شما مناسب نیست به راحتی بتونید از اون عبور بکنید. همونطور که عرض کردم تعداد معاملات خیلی زیاد در طی یک روز شیوه کاری اسکالپه. شما فرض کنید طی یک ساعت شما هر یکی دو دقیقه یک معامله خواهید داشت که حجم اون بالاست و حالا سود یا زیان بالایی رو هم ایجاد میکنه. بنابراین طی نیم ساعت و یک ساعت شما قطعا بیش از 10 تا 20 معامله میتونید انجام بدید که نتیجه اون میتونه به صورت میانگین برای شما سودده باشه. پس تعداد معاملات بالاست. موضوعی میتونه باشه خسته کننده، استرس‌زا و همینطور عکس‌العمل‌ها و سرعتش رو پایین بیاره. اما افرادی که به شیوه غیر اسکالپ دارن معامله میکنن شاید روزی 2 الی 3 تا اون هم به صورت پراکنده در روز و نهایتاً هفته‌ای 10 الی 20 معامله داشته باشن که این تعداد معاملات و حجم برای اسکالپرها در یک روز و یکی دو ساعت اتفاق میفته. نکته اصلی که اسکالپرها به دنبال اون هستن اسپرد معاملاتی پایینه، به خاطر اینکه اونها به 4 الی 5 پیپ میخوان قناعت بکنن و هر چقدر که در واقع بروکری باشه که بتونه اسپرد پایینی رو به اونها ارائه بده معمولا مطلوب اونهاست. گرچه سرعت عمل انجام معاملات و بازو بسته شدن پوزیشن ها و مسائل تکنیکی مربوط به اون خیلی خیلی مهمتر هست که یک بروکر بتونه این خواسته رو برآورده بکنه و بعد شاید اسپرد مسئله مهمی باشه. بنابراین اسکالپرها نمیخوان کارمزد زیادی بدن به خاطر اینکه اون سودی که دریافت میکنن خیلی زیاد نیست و اگر بخش اعظم اون بخواد به خاطر اسپرد بره خب خیلی براشون جالب نیست. اما افرادی که به صورت غیر اسکالپ ترید میکنن خیلی اسپرد براشون مهم نیست، چون شما فرضاً به عنوان تارگت 40 پیپ رو میخواید دریافت کنید. حالا اینکه یک پیپ یا 1.5 یا 2 پیپ اون رو بخواید به عنوان اسپرد پرداخت بکنید ممکنه برای شما خیلی مهم نباشه و درصد زیادی نباشه، اما برای 5 پیپ قطعا یک پیپ به عنوان اسپرد درصد بسیار بالایی است. به خاطر همین معمولا روش‌های اسکالپ در دنیا روی جفت ارز یورو یو اس دی هست، به خاطر اینکه معمولا در بروکرها این جفت ارز دارای پایین‌ترین اسپرد ممکن است. پس نتیجه گیری کردیم که برای عده‌ای از افراد اسکالپ روش مناسبی است و این موضوع ممکنه برای همه افراد و گروه‌ها مناسب نباشه و این موضوع بعد از مدتی مشخص میشه و شما خودتون اون رو خواهید فهمید. خیلی از افراد هم هستن حالا به دلایل مختلف از روش اسکالپ دوری میکنن، حتی اگر ببینند که کسی جلوی چشم اونها تا یه نیم ساعت مثلا سود خیلی زیادی رو هم دریافت کرده اما قطعا به صورت شخصی از این روش متنفر هستند. یکی از روش‌هایی است که جاذبه و دافعه‌های بسیار زیادی دارد. معمولا اسکالپرها تمام روز رو درگیر معاملات نیستند، به کارهای شخصیشون میرسن ولی طی یکی دو ساعت پای سیستم میان و تمام تمرکز خودشون رو بر روی انجام معاملات به شیوه اسکالپ قرار میدن و خب اگر که
تو این روش حرفه‌ای باشن معمولا درآمد کسب میکنن به اندازه‌ای هست که بخوان از روش‌های دیگه تمام روز رو درگیر باشن یا به اندازه کارکردشون در شغل خودشون در طی یک هفته و با 40 ساعته کاری. البته این همه روی خوش ممکنه روش اسکالپ باشه و راجع به معایب اون هم توضیح خواهم داد. به هر حال همونطور که عرض شد خود من، دوستانم، همکارانم و خیلی از تریدرهایی که این ویدیو رو خواهند دید قطعا افرادی هستن که روزی یک روش اسکالپ رو امتحان کردن، مدتی با اون ترید کردن و گاهن تجربه تلخ و شیرینی از اون دارن، اما خیلی ها ترجیح میدن مثل خود من که ساعت‌های بیشتری با بازار درگیر باشن و تحلیل بکنن و بتونن در فرصت مناسب و در آرامش معاملاتشون رو انجام بدن و خیلی علاقه به این که بخوان از روش اسکالپ استفاده بکنن ندارن. اما خیلی ها هم هستن که تنها شیوه معاملاتیشون به خاطر نوع شخصیتشون روش‌های مبتنی بر اسکالپ است. اما معایبی که در روش اسکالپ میتونه وجود داشته باشه و قطعاً باعث میشه که این خطرات و این دافعه ها در روش‌های اسکالپ به وجود بیاد اینهاست: حد زیان. تا زمانی که در هنگامی که شما اسکالپ میکنید پوزیشن شما وارد سود میشه 4 پیپ 5 پیپ و شما معاملات رو با حجم بالا بستید، 500 دلار 600 دلار 1000 دلار در یک معامله به دست آوردید، خب همه چیز اوکی هست و شما دارید از این روش لذت میبرید. اما به محض اینکه پوزیشن شما 4 پیپ 5 پیپ وارد زیان میشه باز هم همون هست، یعنی 500 دلار 600 دلار 1000 دلار شما دارید از دست میدید و باز همون بحث همیشگی حد زیان پیش میاد و طوری که تریدرها از ضرر کردن دارن و سعی میکنن که پوزیشن رو نبندن. پس زمانی که روی 5 پیپ یا 6 پیپ میاد شما باید این رو قبول کنید که معامله رو ببندید، اما زمانی که پوزیشن باز میمونه ممکنه وارد ضررهای خیلی بیشتری بشه که خیلی وقتا دیده شده شخص اسکالپر، حالا احتمالاً تازه کار و غیر حرفه‌ای، تعداد معاملات سودده خیلی خوبی داشته، اما به دلیلی که یک پوزیشن رو در ضرر رها میکنه و قبول نمیکنه که باید اون پوزیشن رو ببنده، این پوزیشن با حجم لات خیلی بالا وقتی به 20 یا 30 پیپ میرسه تمام سودی رو که از معاملات قبلی کسب شده از بین میبره و این بزرگترین چالشی است که باعث میشه تریدرها از اسکالپ دوری میکنن. خیلی وقتا هم این مسئله عمدی نیست و به دلیل سرعت بازار هست. شما پوزیشن رو باز میکنید، منتظرید وارد سود بشه، ناگهان بازار ریزش عجیبی انجام میده و قبل از اون که شما بتونید اقدامی انجام بدید وارد یک ضرر خیلی خیلی زیادی میشید و این برای شما آزاردهنده هست. البته باز تاکید میکنم که خیلی ها امروزه این مشکلات رو، یعنی SL و TP رو برای روش اسکالپ با استفاده از کد یا اکسپرت و اسکریپت حل کردن و توی این زمینه به خودشون اجازه نمیدن که بخوان مسائل روانیشون رو وارد معامله کنن. یعنی تا پوزیشنی اخذ میشه توسط اکسپرت روی منفی و مثبت 5 TP و SL رو میذاره و دیگه شخص کاری نداره. این هر موقع که تارگت میخوره یا با SL خارج میشه پوزیشن بعدی رو خود شخص در واقع اقدام میکنه و انجام میده. بنابراین میشه یه کارهایی کرد که بخشی از استرس ها و اشکالات روش های اسکالپ رو پوشش داد و حتی خب اکسپرت هایی هستن که کل معامله اسکالپی یک تریدر رو تبدیل کرده به کد و ران میکنه که اون مباحث مرتبط با اکسپرت هاست که ما با اون کاری نداریم و ما دنبال این هستیم که روش اسکالپی که ما به صورت دستی انجام میدیم و خب مخاطراتی داره و داستان‌هایی که راجع به اون صحبت. مهمترین موضوعی که شاید روش اسکالپ نیاز داره مراقبت و مدیریت پوزیشنه. ما در زمانی که بر اساس یک روش تکنیکالی مثلا در تایم فریم 4 ساعته یک معامله رو باز می‌کنیم، شاید و شاید هر یک ساعت یا 2 ساعت نیازمند مدیریت اون پوزیشن هستیم. میایم چک میکنیم که آیا حد زیان و حد سود در موقعیت مناسبی است، چه میزان در حرکت و نوسان موفق بوده اون پوزیشنی که ما گرفتیم و میایم و یک سری کارهای رو ممکنه انجام بدیم. اما
در یک معامله اسکالپی ما طی چند دقیقه یا چند ثانیه باید تمام اینها رو چک بکنیم و حتی ممکنه یه زمانی ما بدون اینکه به تارگت و SL برسیم به خاطر عوض شدن شرایطمون به صورت دستی سریعا از معامله حالا روی صفر یا روی یک ضرر یا سود خیلی کمی بخوایم خارج بشیم. خاطر همین خیلی مهم هست موضوع در واقع تصمیم گیری سریع توی روش اسکالپ که شاید با تمرین بتونیم یه بخشی از این سرعت عمل رو کسب بکنیم. به هر حال موضوعی است که شاید این ورزش‌های رزمی یا خیلی از کارهای دیگه که ما تو زندگیمون انجام میدیم و دقت و سرعت عمل نیاز داره و این موضوع با تجربه به دست میاد، یک موضوع اکتسابی است. بنابراین ممکنه ما بتونیم اگر که رعایت بکنیم یک سری نکات رو بتونیم به مرور با تمرین اسکالپر خوبی بشیم که این موضوع بستگی به خود افراد داره. یه جاهایی هم شما باید در نظر داشته باشید که به هر حال وقتی که ما بر روی نمودار یک جفت ارز داریم کار میکنیم دونستن مباحث تکنیکال رو شما کمک میکنه و خیلی از مباحث الگوهای شمعی، حمایت و مقاومت و موضوعات این چنینی میتونه با اینکه تایم فریم پایینی نیست اما به اسکالپر کمک زیادی در این زمینه داشته باشه. یکی از بهترین شیوه های مدیریت پوزیشن برای یک تریدر اسکالپر اینه که حالا بتونه با اون اکسپرت خودش یا اگر سرعت عمل خودش خیلی بالا هست زمانی که پوزیشنش وارد سود میشه استاپ خودش رو به نقطه ورود منتقل کنه. این یکی از کلیدی ترین نکات مربوط به روش‌های اسکالپ هست. یعنی تا زمانی که پوزیشن باز میشه یه پیپ و دو پیپ وارد سود میشه استاپی دیگه وجود نداشته باشه و شما نگران بازگشت بازار نباشید، بتونید حداقل به نقطه صفر رو منتقل بکنید. خیلی از اسکالپرها به این شیوه کار میکنن که معمولاً گاهی وقتا بسته به نوع پوزیشن اجازه میدن پوزیشن بیشتر از 4 یا 5 پیپ هم در سود بره، اما اون رو ریسک فری میکنن. یعنی زمانی که تحرک بازار بالاست و گاهی وقتا دیدیم که ما پوزیشن رو باز میکنیم بلافاصله روی 7 8 9 پیپ مثبت حرکت میکنن، اونها میان استاپشون رو روی همون 5 پیپی که مد نظرشون برای اسکالپ هست قرار میدن و بعد به بازار اجازه رشد میدن و ممکنه از یک معامله 10 12 تا 15 پیپ هم بتونن دریافت کنن. و این ادامهش به این شکلی که میان و با همون ریسک فری کردن بخشی از سود خودشون رو تضمین میکنن و بعد میان بر اساس تکنیکالی که بلد هستن، تکنیکال بلند مدت، روی سطوحی خارج میشن که خیلی ربطی به اون روش اسکالپشون نداره و تلاش میکنن حداقل در معاملاتشون بتونن سود بیشتری کسب کنن. گرچه این موضوع خیلی رایج نیست و اسکالپ کلا ذاتش این هست که شما بتونید سریعا از بازار خارج بشید و موندن در معاملات خیلی برای اسکالپرها ممکنه جالب نباشه. این تعریف کلی موضوعی و روشی بود به نام اسکالپ. موضوع کلی است، یعنی خود اسکالپ شیوه های مختلفی داره. در بخش دوم عرض خواهم کرد روش های بسیار زیادی برای این اسکالپ، خیلی زیاد، شاید بیشترین استراتژی هایی که منتشر میشه استراتژی های اسکالپ هست که حالا در تایم 1 دقیقه یا نهایتا 5 دقیقه و روی جفت ارزهای مختلف، ولی بسیار زیاد روی جفت ارز یورو یو اس دی ارائه شده و افراد بسیار زیادی هم در دنیا اسکالپر هستن و خیلی ها هم علاوه بر این که شاید اینترادی یا دیلی ترید میکنن اما نهایتا بخشی از تایم هفتگیشون رو با یک روشی دارن به شیوه اسکالپ کار میکنن. این تعریف کلی بود، ما هنوز هیچ روش اسکالپی رو معرفی نکردیم، اما مراجعه میکنم به دوستان اگر که سوالی دارن میتونن به صورت متنی بپرسن یا اگر میخوان سوال صوتی مطرح بکنن علامت دست رو کلیک کنن تا من میکروفونشون رو بتونم فعال بکنم. اگر نه که ادامه میدیم و در انتهای جلسه که استراتژی رو هم معرفی کردیم سعی میکنیم که راجع به سوالات دوستان هم توضیح بیشتری رو داشته باشیم. یکی از دوستان میپرسن که سوال بسیار خوبی است، در روش اسکالپ توجه به تایم فریم های بالا چقدر مهمه؟ آیا ترید در اعلام خبر
لحاظ میشه. این موضوعی است که اتفاقا شاید تو اسلایدهای بعدی میخوام راجع بهش صحبت بکنم. نه خیلی تایم فریم های بالا مهم نیست مگر اینکه خود استراتژی این رو بگه. یعنی شیوه اسکالپ شیوه نیست که ما قرار باشه چند تایم فریم رو چک بکنیم بتونیم در تایم فریم مثلا 1 دقیقه‌ای به معامله بپردازیم. علتش هم کاملا روشنه، چون فرصت نمیشه. اسکالپرها در واقع همون تایم فریم خودشون رو چک میکنن و نهایتا یه تایم فریم بالاتر 5 دقیقه‌ای رو، و مگر اینکه یک روشی شما داشته باشید که ترکیب داشته باشه به شما، که شما باید تایم فریم مثلا 4 ساعته یا بالاتر رو هم مد نظر داشته باشید که بعید هست. معمولا در همون تایم فریم همه کارها انجام میشه. اما موضوع اخبار موضوعی است که در اسکالپ خیلی مسئله مهم نیست. ما روش‌هایی داریم که با اخبار کار میشه و روش‌هایی که باید در زمانی باشه که هیچ خبری نداریم و راجع به این موضوع بیشتر توضیح خواهم. خب بعید میدونم که حالا با توجه به تعاریفی که داشتیم و معرفی کلی شیوه در واقع اسکالپ بخوام سوال خیلی خاصی داشته باشیم. اجازه میخوام که ادامه بدم در واقع موضوع رو با معرفی یک استراتژی و در انتهای جلسه راجع به سوالات دوستان صحبت کنیم. اما همونطور که در پاسخ سوال این دوستمون عرض کردم، ما روش‌های اسکالپ رو هم میتونیم دسته‌بندی بکنیم به شیوه‌های مختلف. یک، تعداد خیلی زیادی از روش‌های اسکالپ بر این اساس کار میکنن و طراحی شدن که باید اون رو در ساعات پرازدحام در بازار استفاده بکنید. یعنی یکی از قوانین سیستم این هست که مثلا این شیوه اسکالپ باید در ابتدای بازار امریکا استفاده بشه، یا ممکنه بگه که در تداخل تایم بازار امریکا و اروپا فقط میشه استفاده کرد. علتش چی هست؟ علتش اینه که در اون روش‌های اسکالپ نیاز به نوسانات خیلی بالا و حجم معاملات بالا هستیم، به خاطر اینکه بازار رنج نشه. و شما میدونید که در ساعتی که بازار امریکا و لندن با هم تداخل دارن که به وقت ایران شاید به وقت ایران شاید حدود ساعت 6 و 7 و 8 شب باشه که خیلی ساعت خوبی هست برای ایرانی ها. در اون تایم به دلیل اینکه تریدر فعال در بازار زیاد هست، خیلی ها اعتقاد دارن که اسکالپ در اون بازه زمانی میتونه جوابگو باشه و شیوه های اسکالپشون رو در اون تایم ارائه میکنه. اما عده‌ای برعکس اعتقاد دارن که به خاطر اینکه ممکنه نوسانات خیلی شدیدی که در تایم های فعال بازار اتفاق میفته باعث بشه که شما پوزیشن اسکالپتون وارد زیان بشه و نتونید اون رو کنترل بکنید، بهتره، چون ما نوسانات خیلی کمی هم احتیاج داریم، بهتره که در تایم های غیر فعال بازار ترید بکنید. تایم های غیر فعال بازار معمولاً به وقت ایران شاید انتهای بازار امریکا میشه تا زمانی که بازارهای استرالیا و ژاپن باز بشه. یه خلایی بین اون تایم وجود داره. یه 1 ساعتی هست که هیچ بازاری به صورت فعال باز نیست و در اون 1 ساعت نوسانات واقعا اگر چک بکنید همش در حد 5 الی 10 پیپ هست و خیلی معتقدن این تایم مناسب ترین تایم اسکالپر هاست و خیلی هم معتقدن کل تایم بازار استرالیا یا ژاپن قبل از باز شدن اروپا تایم بدون نوسان است و میشه روی اون برای شیوه اسکالپ کار کرد. پس شما باید دقت بکنید که سیستم معاملاتی شما چه پیشنهادی کرده به شما و کدوم تایم رو. ممکنه که هیچ تایم مهمی هم برای شما اعلام نکرده باشه، اما دقت بکنید که اگر که اعلام کرده باشه در فلان تایم باید صرفا استفاده بشه، حتما به این موضوع دقت بکنید و تخطی از اون باعث میشه که در ساعت‌های دیگه که کار میکنید برای شما ضرر و زیان باشه. تعدادی از روش‌های اسکالپ کاملا مبتنی هستن بر اخبار، یعنی استراتژی طوری چیده شده که شما در زمان یک خبر که عموما حالا میتونه خبر مهم باشه باید پای سیستم باشید و بر اساس اون
بخواید که با 4 الی 5 پیپ خارج بشید و حالا توضیحات سیستم و اون چیزی که برای شما اعلام شده. یا ما سیستم های اسکالپی داریم که صرفا در زمانی شما میتونید از اون استفاده بکنید که یک جلسه خاصی در حال برگزاری است، که میدونید جلسات گاهن 5 ساعت 6 ساعت ممکنه تایمشون باشه و خیلی ساعت خاصی نیست. این روش‌های اسکالپ فقط و فقط در اون 5 6 ساعتی که یک جلسه اقتصادی خیلی مهم در دنیا داره برگزار میشه، شما میتونید در اون تایم بیاید و اسکالپ بکنید با اون شیوهی که گفته شده. پس یک دسته از روش‌های اسکالپ روش‌های مبتنی بر اخبار و گزارشات هستن و جالبه بدونید که اغلب روش‌های اسکالپ دیگه شما رو برحذر می‌دارن از اینکه زمان خبر بخواید ترید بکنید و این توصیه همیشگی ما هم بوده. یعنی اگر روش اسکالپ مبتنی بر اخبار باشه که هیچ، اگر نباشه اتفاقا شما همیشه باید زمانی که خبری میخواد اعلام بشه روش اسکالپتون رو متوقف کنید. و همین موضوعی است که الان عرض کردم، یعنی بسیار زیاد اسکالپ ها و اسکالپر ها توصیه میکنن که ساعتی که خبر درش حداقل اعلام نمیشه ساعت مناسبی است، بخاطر اینکه ممکنه یک خبر 20 پیپ یا 25 پیپ نوسانی رو ایجاد کنه ولی بازار برگرده سر جای خودش، ولی به خاطر اینکه شما شیوهتون اسکالپ هست و حجم بالایی دارید معامله میکنید برای شما بسیار زیانده خواهد. خیلی از روش‌های اسکالپ خیلی تکنیک یا موضوع خاصی رو دنبال نمی‌کنن، بلکه میان یک روش تکنیکالی رو توصیه می‌کنن که در تایم بسیار پایین استفاده کنید. یعنی همه چیز منطبق و مطابق با اون چیزی است که شما در تایم 4 ساعته یا 1 ساعته دارید معامله می‌کنید و صرفاً تایم فریمتون رو برای ایجاد موقعیت‌های معاملاتی بیشتر به پایین منتقل می‌کنید و این موضوعی است که خیلی ها به راحتی این کار رو انجام میدن. ممکنه شخصی داره الیوت کار میکنه یا شخصی روش‌های مختلفی که امروزه در واقع معروف هست و دارن کار میکنن صرفا تایم فریمش رو میاره پایین، ولی تمام قوانین و شیوه های تریدش و همون شیوه هست، فقط سرعت عمل میره بالا و پوزیشن ها در طی چند دقیقه باز و بسته میشه. و خب کلا روش هایی داریم که بر اساس ترفند و تکنیک و مخصوصا تکنیک های ریاضی معامله میشن. یعنی اصلا اساسا روش ریاضی است و ممکنه که هیچ تکنیکالی درش نیاز نباشه و یا هیچ موضوع خاصی رو مد نظر قرار نده، بلکه یک سری نکاتی رو به شما میگه که با رعایت اون یا با محاسبه اون شما به یک موقعیت معاملاتی میرسید. گرچه معمولا روش هایی که این شکلی باشن تبدیل میشن به اکسپرت و به شیوهی که در واقع ربات باید با اون کار بکنه شاید خیلی مفیدتر باشن برای افرادی که میخوان از اون استفاده بکنن. اما میرسیم حالا به معرفی یک روش اسکالپ که جزئیات اون رو من خدمت شما عرض میکنم، اما قبل از اون باز توصیه میکنم که این روشی که معرفی میشه رو در حساب دمو امتحان بکنید. حتی در ابتدا سعی کنید که کمی تایم فریمتون بالاتر باشه، مثلا 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای. وقتی قوانین سیستم رو یاد گرفتید اون رو منتقل کنید تا تایم 1 دقیقه‌ای و پس از اینکه مسلط شدید بخواید که از اون استفاده بکنید. ممکنه این سیستم برای همه سودده نباشه. نکته شماره 1، ما در این سیستم از یورو یو اس دی استفاده میکنیم طبق معمولی که هست شد و نمودار 1 دقیقه‌ای که خب پایین ترین نمودار ممکن در متاتریدر 4 هست. اما ابزارهایی که نیاز داریم، اندیکاتور بولینگر باند رو که همه میشناسید، معمولا تنظیماتش روی 20 هست. در این سیستم ما تنظیماتش رو روی 18 میذاریم و اکسپوننشیال باید باشه. مووینگ میانی یا کانال وسط رو سعی میکنیم که رنگش رو متفاوت بذاریم، به خاطر اینکه ما بیشتر با اون کار داریم تا کانالی که خود بولینگر باند برای ما ایجاد میکنه. یک مووینگ اوریج نیاز داریم با پریود 3 که اون هم باید اکسپوننشیال یا نمایی باشه و روی کلوز تنظیمش میکنیم و حالا توی چارتی که ما داریم کار میکنیم رنگش رو مشکی میذاریم. خیلی رنگ ها مهم نیست و
بر اساس سلیقه شما میتونه متفاوت باشه. معروف MACD یا MACD با تنظیمات پیش‌فرض. پس این اندیکاتور رو هم خواهیم داشت و همینطور اندیکاتور RSI با پریود 14. اگر یه نگاهی به سیستم اندازید می‌بینید که شاید ما بتونیم از این روش حتی در تایم فریم های بالا هم استفاده کنیم، به خاطر اینکه مکتی با تنظیمات پیش‌فرض خب سیگنال هایی رو داره که همه میدونن. RSI هم با پریود 14 کارش مشخصه و اون هم سیگنال های خودش رو داره. مووینگ 3 معمولا به صورت اکسپوننشیال برای پیدا کردن کراس ها با یک اندیکاتور یا یک مووینگ دیگه هست که معمولا نقاط ورود بسیار خوبی به ما میده که این هم اینجا وجود داره. و بولینگر باند هم که خب کانال متحرکی است که قطعا برای یک تکنیکالیست و آشنا هست و میتونه ترکیب اینها یک سیستم معاملاتی بسیار خوب باشه. اما دیده شده که ترکیب اینها و استفاده از اینها حالا با شیوهی که الان عرض میشه معمولا در روش اسکالپ هم پاسخگوست. شیوه اسکالپ رو انتخاب کردیم که خیلی عجیب نباشه و اندیکاتورهای اون آشنا باشه و همه اندیکاتورها در خود نرم افزار متاتریدر وجود داشته باشه. اگر دقت هم بکنید تنظیمات هم تنظیمات پیش‌فرض یا آشنایی هست. خب من اینها رو اگر که نصب بکنم روی چارت، حالا با رنگ و لعابی که خودم ایجاد کردم، شما به یک همچین قالبی باید برسید. ما اینجا RSI 14 رو داریم که بهتره لول 50 رو هم به اون اضافه بکنید، چون ما با لول 50 RSI در این سیستم کار داریم و لول 30 و 70 رو هم که خودش داره. مکتی که خب تنظیماتش پیش‌فرض هست، اگر که به نظر من بهتر هست لول 0 اون رو هم فعال کنید و بذارید که مشخص باشه، به خاطر اینکه بتونیم کراس اون رو به خوبی متوجه بشیم. خب این بولینگر باند هست که ما کانال وسط اون رو در واقع پررنگ‌تر کردیم که راحت‌تر دیده بشه و همونطور که مشاهده می‌کنید این مووینگ 3 ما هست که به خاطر پریود خیلی پایینش روی خود کندل ها حرکت می‌کنه و این نمای کلی سیستم ماست. حالا قالبی که ما تهیه کردیم برای یورو یو اس دی 1 دقیقه‌ای و پس فقط جفت ارزمون یورو یو اس دی خواهد. خب حالا چطور باید معامله بکنیم؟ ما اینها رو نصب کردیم اما قواعد سیستم رو با هم مرور می‌کنیم. برای یک شخصی که خیلی حرفه‌ای باشه معمولا با دیدن اندیکاتورها میتونه قواعدش رو خودش حدس بزنه. ما باید منتظر باشیم، یعنی اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که مووینگ اوریج ما کانال وسط بولینگر باند رو کراس کنه. حالا یا کراس به سمت بالا برای معاملات بای یا کراس رو به پایین برای معاملات سل. پس اولین اتفاق مووینگ مشکی خط سبز ما رو، یعنی میانگین وسط بولینگر باند ما رو کراس کنه. از اینجا به عنوان یک اسکالپر دیگه باید هوش و حواستون رو جمع کنید، چون اولین اتفاقی که میخواید افتاده و خب این اتفاق در طی 1 ساعت یا 2 ساعت برای یورو یو اس دی به خاطر اینکه تایم فریمش 1 دقیقه‌ای هست قطعاً به دفعات داره میفته و شما باید فیلتر کنید اون رو با قواعد بعدی سیستم. از زمانی که این کراس اتفاق افتاد ما سریعاً به مکتی و RSI نگاه میکنیم تا سیگنال اونها رو هم دریافت کنیم. بعد از این تقاطع مکتی باید کراس 0 داشته باشه. حالا کراس به سمت بالا برای بای و پایین برای سل. RSI هم کراس 50 رو باید داشته باشه، یعنی لول 50 خودش رو بزنه. حالا کراس به سمت بالا برای بای و پایین برای سل. پس این اتفاقی است که بعد از کراس اول باید حتما بیفته. ما آماده میشیم که وارد معامله بشیم. این اتفاقهایی که پشت سر هم افتاد بلافاصله یک پوزیشن دستی میخواد با سرعت عمل خیلی بالا که خب بهتر از قسمت معامله سریع متاتریدر استفاده بشه، چون تا شما بخواید روی نیو اوردر بزنید و کارها رو انجام بدید قطعا زمان زیادی صرف میشه و شما قطعا فرصتی ندارید برای این کار. وارد معامله میشید و همونطور که توصیه شد و امروز عرض شد شما میخواید که با کمترین پیپ از بازار خارج بشید. حالا میتونید تنظیماتتون رو روی
4 یا 5 بذارید، هم SL و هم TP رو، و یا به صورت دستی زمانی که روی 3 4 اینها هست تشخیص بدید و بخواد خارج بشید. و اگر بتونید که از اکسپرت استفاده کنید برای در واقع اینکه حد زیان رو به نقطه صفر منتقل بکنه، خب خیلی زیاد میتونه این موضوع به شما کمک کنه. حتما حد زیان رو رعایت بکنید، یعنی اگر پوزیشن 4 یا 5 پیپ وارد زیان شد، حالا اگر اسپل نذاشتید به صورت دستی خارج بشید، وگرنه خب این احتمال در این سیستم ها وجود داره که یکی از پوزیشن هاشون فیل بشه و بخواد به شما زیان زیادی رو وارد بکنه. اگر این سیستم معاملاتی رو بخواید دنبال بکنید، عرض شد که در 1 ساعت یا 2 ساعتی که شما پشت میز تریدتون هستید، به دفعات شاید 10 یا 15 بار شما شاهد باشید که این کراس ها اتفاق میفته. اما باید تشخیص شما، حالا میریم روی تصویر، به گونه‌ای باشه که اولا ترتیب این کراس ها منطقی باشه و زمانی که کراس ها اتفاق میفته در واقع همه چیز پشت سر هم و این چیزی باشه که عرض شد کلاس 0 کلاس 5 و تقاطع اولیه بلا فاصله باید در اون زمان وارد شید و بلا فاصله هم در جایی که وجود داره خارج بشید. این عملیات برای شما 10 بار 15 بار ممکنه تکرار بشه و این میتونه برای شما سودآور باشه. چرا؟ فرض میکنیم شما موفق شدید 10 تا پوزیشن به این شیوه در طی 1 یا 2 ساعت داشته باشید. شاید حتما هم اینطور هست، یکی دو بار اون ضرر هست و شما مجبور شدید که روی منفی 5 مثلا خارج بشید، ولی تونستید شاید تونستید رو 6 7 بار اون موفق خارج بشید. منفی و مثبت ها میتونن برای شما یک بازدهی مثبتی رو ایجاد بکنه، اما اگر معاملتون رو نبندید و بخواد رشد بکنه در ضرر، خب همه اون شاید 9 بار هم اگر سود کنید، 9 5 تا 45 تا، ولی یک معامله مثلا 30 پیپ ضرر شاید همه اون رو، بخش اعظم اون رو از بین میبره. پس این نکات خیلی نکات مهمی است در اسکالپ ها و بازدهی شما مجموع سود و زیان هایی است که شما کسب میکنید. حالا اگر که بتونید با اکسپرت این کار رو انجام بدید، قطعا دیگه استرسی روی ورود و خروج ها نخواهید داشت و شما تمام تمرکزتون رو میذارید روی نقطه ورود بر اساس قواعدی که عرض شد. حالا رو همین چارت یورو یو اس دی یکی دو تا موقعیت معاملاتی رو با هم چک میکنیم به شیوهی که عرض شد. این سیستم روش بسیار ساده است، یعنی حداقل خوبیش اینه که ما خیلی پیچیدگی هایی رو نداریم که بخوایم اونقدر مهارت درش کسب کنیم. موضوع یک کلاسی است که در ابتدا باید اتفاق بیفته. الان این مووینگ مشکی که شما اینجا مشاهده میکنید در این بازه‌ای که من با 2 خط قرمز مشخص کردم، رو به پایین باند وسط بولینگر باند رو کراس کرد. خب این موضوع اوله، تشخیصش خیلی کار سختی نیست. وقتی که این رو ما دیدیم، از همون لحظه حواسمون رو جمع میکنیم روی مکدی و RSI. چون کراس رو به پایین بوده، ما باید شاهد کراس رو به پایین مکدی باشیم، خط صفر خودش رو، و کراس رو به پایین RSI که خط 50 خودش رو بزنه. شما میبینید که وقتی این اتفاق افتاد ما منتظر شدیم، همون موقع که این کراس اتفاق افتاد کراس رو به پایین RSI هم محقق شد و فقط ما منتظر میمونیم که مکدی منفی بشه که در این کندل، یعنی این کندل مکدی منفی میشه و میبینید که این روش اسکالپ، یعنی شما تنها فرصت دارید که چند پیپ از بازار بگیرید. اینجا شما بلافاصله سل زدید، یکی دو پیپ وارد زیان شده و بعد به اندازه 4 تا 5 پیپ وارد سود شده که شما باید از اون خارج میشد. پس سرعت عمل خیلی باید بالا باشه برای افرادی که دارن از این سیستم استفاده میکنن. برای خروج از معامله غیر از مدل این که باید تارگتتون روی 4 الی 5 پیک باشه، شاید توجه به نکات تکنیکالی هم همونطور که عرض شد بد نباشه. مثلا اینکه شما بعد از اینکه وارد معامله شدید میبینید که یک کندل قرمز با در واقع نصف بدنه‌ای که جبران شده از طریق بعد صعود روی باند پایینی بولینگر باند نقطه خروج تکنیکالی است. شاید این موضوع غیر از اسکالپ تو ذهن شما باشه و شما بدونید که باید حتما اینجا خارج بشید. یا خیلی از موارد دیگه ممکنه شما به یک سطح حمایتی رسیدید و موضوعات شبیه به اون. پس
نقطه ورود رو اگر به دقت تعیین بکنید، این سیستم میتونه شما رو وارد یک الی دو الی سه پیپ حتما سود بکنه و میتونید از روش اسکال تا 5 پیپ رو انتظار داشته باشید. باز یک بازه زمانی، یک کراس رو به پایین رو شما در ابتدا ببینید، به دفعات شما کراس های مختلف رو دارید. حتی اینجا شما یک کراس رو به بالا رو دارید مشاهده میکنید که بلافاصله RSI در همونجا مثبت شده، یعنی بالای 50 و همینطور بعد از یکی دو کندل هم مکتی کراس رو به بالا داده و مثبت شده و شما اینجا وارد معامله شدید که یکی از نقاط خروجش همون 4 الی 5 پیپ هست. نقطه دوم خروجش هم برخورد با باند بالا، در واقع با شادویی که از کانال شما بیرون زده و کندل برگشتی که بعد از اون شکل گرفته. شاید میتونستید بیشتر از 5 پیپ رو حتی در این معامله اخذ کنید. پس گاهی وقتا سودی که ایجاد میکنه ممکنه خیلی بیشتر باشه، اما خب روش اسکال معمولا خروج سریع هست. اینجا هم که مشخص کرده بودم برای سل، میبینید که یک کراس رو به پایین دارید و RSI رو کراس 50 رو به پایین دارید و همینطور بعد از یکی دو کندل مکتی رو مشاهده میکنید که در واقع تقریبا در این پوزیشن اینها همزمان و حتی کراس رو به پایین RSI خیلی زودتر از اینها بوده و وقوع پشت سر هم اینها یا همزمان اینها سیگنال هست و وقتی که هر سه تا کامل شدند زمان ورود به معامله هست و شما وارد میشید. باز اینجا هم به نظر میاد این پوزیشن بیش از 5 پیپ در سود حرکت کرده. حالا بستگی به شما داره که چطور بتونید اون پوزیشن رو کنترل بکنید برای اینکه بتونید 5 پیپ دریافت کنید یا اجازه بدید که بیشتر هم حتی بتونید دریافت کنید. و یک مثال دیگه باز برای بای، شما اینجا یک کراس رو به بالای خیلی خوب دارید، بلافاصله شاید همزمان با همون کراس رو به بالای RSI رو مشاهده میکنید و یکی دو کندل بعد معمولا مکتی از هر ستاشون هر دوتای دیگه دیرتر سیگنال میده و این خب فرصت خوبی رو ایجاد میکنه که هر زمان که مکتی مثبت میشه به نظر میاد زمان ورود به معامله است. باز اینجا هم بیش از 5 پیپ رو ما میتونستیم دریافت کنیم. بنابراین دوستان مشاهده میکنید که اگر که خیلی راحت هم خودتون میتونید روش رو چک بکنید در گذشته بازار و بعد مدتی در دمو، چون تایم فریم هم 1 دقیقه‌ای هست، شما میتونید همین امروز هم در ساعت‌های مختلف 10 تا 15 تا پوزیشن رو در حساب دمو بگیرید و عملکرد سیستم رو خیلی سریع با تعداد زیادی پوزیشن بررسی بکنید تا اینکه بعداً برای شما محرز بشه. این سیستم یک سیستم معاملاتی خوب هست حتی در تایم فریم 1 ساعته. اگر شما این کلاس رو در تایم 1 ساعته هم داشته باشید، با تایید مکتی و RSI شما میتونید یک پوزیشن خیلی خوب بای بگیرید و اون رو حالا با روش تکنیکال و تایم فریم 1 ساعته مدیریت بکنید برای گرفتن در واقع سودهای بیشتر و اون وقت بعد تایم فریمتون رو اینجا 1 ساعته قرار بدید. پس به هر حال مثال هایی رو هم از این روش دیدیم، خودتون هم میتونید چک بکنید. اگر لازم شد در طی هفته در تلگرام راجع به اون صحبت میکنید و باز تاکید میکنم که لطفاً این دلیل خطرناک بودن خود ذات اسکالپ کردن حتما دقت زیادی داشته باشید و پرهیز کنید از اینکه بخواید از همین الان این سیستم رو توی حساب ریالتون استفاده بکنید و یا تصمیمات دیگه راجع به اون بخواید بگیرید. خب این در واقع وبینار رو اختصاص دادیم به بخشش رو معرفی و آشنایی با استراتژی های اسکالپ و یک کادو در واقع اومدیم یک سیستم اسکالپ رو هم معرفی کردیم و این زمینه رو ایجاد کرد که ما در وبینارهای آینده بتونیم در یک جلسه سیستم های اسکالپ دیگه رو هم که مفید و مؤثر هستن خدمت شما معرفی کنیم و دیگه نیازی به این نباشه که بخوام راجع به خود اسکالپ صحبت بکنیم و زمان بگذاریم. خب من باز فرصتی رو میذارم خدمت دوستان که سوالات خودشون رو مطرح بکنن و راجع به اونها صحبت بکنیم.
یکی از دوستان فرمودن که آیا شیوه اسکالپ در بازار فارکس رو با مفهوم نوسانگیری در بورس میشه در نظر گرفت؟ بله دقیقا همینطور هست. فرقش این هست که ما در فارکس خب تایم فریم 1 دقیقه‌ایمون واقعا فعال هست و ترید میشه، در اون کار میشه، اما در بورس ها معمولا در یک تایم مثلا 1 دقیقه‌ای شاید ترید فعالی صورت نگیره و به خاطر همین روش های اسکالپ در بازارهای بورس های کشورها معمولا یه مقدار قوانینش متفاوت میشه. شاید اونجا لازم باشه تایم فریم رو کمی بالاتر از 1 دقیقه‌ای مثلا در نظر گرفت. و یکی از دوستان خواستن که ما سیستم های اسکالپ بیشتر رو معرفی کنیم که قصدمون هم همین هست، یعنی امروز وارد این مقوله شدیم، معرفی کردیم و همونطور که عرض کردم قرار هست که در جلسات بعدی سیستم های اسکالپ دیگه رو هم خدمت شما معرفی بکنیم. یکی دو تا موضوع وبینار رو دوستان دارم پیشنهاد میکنن که راجع به اون صحبت خواهیم کرد در وبینارها آینده، اونها رو لحاظ میکنیم. و یکی از دوستان یکی از همین سوالات و مشکلات اسکالپ رو میفرمایند که زمانی که ما میخوایم مدل رو باز کنیم یا ببندیم خب 1-2 ثانیه طول میکشه و این ممکنه که وضعیت بازار رو عوض بکنه. بله به همین خاطر عرض کردم که متا تریدر خودتون رو تنظیم کنید روی کویک تریدینگ، اون باکسی که در بالای سمت چپ هر نموداری باز میشه و شما در واقع با فعال کردن اون با یک کلیک میتونید پوزیشن بگیرید، یا استفاده از اسکریپت یا اکسپرت هایی که سریعا پوزیشن شما رو باز میکنن و خب هم در هنگام ورود به معامله هم خروج قطعا برای شما مفید خواهد بود. یکی دو تا اکسپرت و اسکریپت رو من برای این موضوع دارم که انشاءالله در طی هفته به دوستان تقدیم خواهم کرد. یکی از دوستان سوال خیلی خوبی پرسیدن، میگن اگر تایم فریم رو 1 ساعته کنیم و بخوایم از این روش معاملاتی روی جفت ارزهای دیگه استفاده کنیم آیا مقبول هست، یعنی نخوان اسکالپ کنن؟ بله، شما این سیستمی که امروز معرفی شد رو به جای که اسکالپ کنید باهاش بیایید تایم فریم رو 1 ساعته کنید، تمام جفت ارزها با این روش قابل معامله خواهند. بله، یه نکته خیلی خوب دیگه که دوستان فرمودن که من فراموش کردم عرض کنم، معمولاً به دلیل اینکه اسکالپ کلا روشی است که خب با سود و زیان خیلی کم میخوام خارج بشیم، بعضی‌ها ترجیح میدن که استاپ رو 2 برابر TP در نظر بگیرن. یعنی در روش‌های اسکالپ معمولاً ریسک ریوارد برعکس هست، به خاطر اینکه شاید ورود معامله به زیان خیلی مرسوم هست و 3 پیپ 4 پیپ 5 پیپ زیان در یک پوزیشن شاید خیلی چیز عجیب نباشه. بنابراین گاهی وقتا 10 پیپ رو به عنوان حد زیان در نظر میگیرن، ولی بعد این رو هم بدونید که خب اگر حساب بخورید حداقل 2 معامله سود شما رو از بین میبره. ولی باز بهتر از این هست که شما نخواهید اصلا از استاپ استفاده بکنید. میفرمایند که تریلینگ استاپ هم حداقلش 5 پیپ هست. بله، این در خود متا تریدر 5 پیپ هست، ولی تا که من میدونم اگر بروکرها اجازه بدن اسکریپت ها و اکسپرت ها میتونن برای شما کاری کمتر از این رو هم انجام بدن. بله، این سوال هم میپرسن که آیا بروکرها حسابی که مناسب اسکالپ باشه رو پیشنهاد میدن؟ بله، میتونید از پشتیبانی بروکرها بپرسید که من اسکالپر هستم و حسابی رو میخوام که معمولا برای اسکالپ مناسب تر باشه. و در مورد مدیریت سرمایه میپرسند. ببینید وقتی که ما داریم اسکالپ میکنیم، فرض میکنیم یک حساب $1000 داریم و میخوایم اسکالپ بکنیم، روش مدیریت سرمایه اون رو شاید بعداً بهتر باشه توضیح بدیم، خیلی فرصت نمیشه، اما شما باید بر اساس تعداد معامله اون رو در نظر بگیرید. یعنی شما اگر که نمیخواستید اسکالپ بکنید، مثلا هفته 10 معامله انجام میدادید با یک مدیریت سرمایه خاص و مجموعاً 20% حساب رو به خطر مینداختید. حالا هم همینطوره، شما میخواید 10 معامله انجام بدید و معادل سازی اون خیلی چیز سختی نیست. شاید این موضوع در یک وبینار بیشتر بخوام راجع به اون صحبت بکنیم. در مورد وبینارها به صورت کلی عرض میکنم که وبینارها کامل ضبط و رکورد میشن و
فیلم های اون به صورت رایگان در اختیار دوستان در کانال تلگرام و حالا وبسایتی که مربوط به اون هست بعدا ارائه میشه و شما میتونید به همه اونها دسترسی داشته باشید و دانلود کنید ببینید و همینطور به دوستانتون پیشنهاد بدید. این خدمات بروکر اکسمس بخش فارسیش رایگان هست و برای همه عزیزان هست و شما به راحتی میتونید از اون استفاده بکنید. سود و زیان معاملات رو در تایم 1 ساعته فرمودن اگر این در واقع اسکالپ رو نخواهیم رعایت بکنیم و به تایم 1 ساعته بریم، سود و زیان اون رو به نظر من بر اساس باندهای بولینگر در نظر بگیرید و یا کراس معکوسی که مووینگ 3 شما با باند در واقع سیگنال اگر معکوس شد و کراس داد میتونه برای شما خروج قطعی باشه و همینطور اگر که در RSI برخورد به 70 از بالا یا برخورد به 30 از پایین داشتید برای معاملات بای یا سل میتونه نقطه خروج بسیار مناسبی باشه. اگر که شما یکی از دوستان پرسیدن چه بروکری، چون بروکرها کندلاشون متفاوت هست، با کدوم بروکرها باید کار بکنید. ببینید در شیوه اسکالپ این موضوع خیلی مهم نیست. مهم اینه که شما تحلیلتون، تریدتون و پوزیشنتون در یک بروکر باشه و تایم فریم 1 دقیقه اون بروکر رو همیشه جلوی چشمتون باشه. اشتباه خیلی از دوستان اینه که چند تا متا تریدر مختلف رو جلوی خودشون میذارن، روی اون تحلیل میکنن، روی اون یکی پوزیشن میذارن و بعد تفاوت کندل ها اونها رو سردرگم میکنه، در حالی که همه کارهای شما باید در داخل چارت یک بروکر باشه. آیدی تلگرام و کانال و گروه و همه مسائل مرتبط با اون رو از همکاران دریافت بکنید، خدمت شما قطعا خواهم. یکی از سوالات دوستان این هست که در مورد تنظیمات حالا اکسپرت یا اسکریپت ها توضیح بدید که خب هنوز اونها رو معرفی نکردیم، شاید در گروه بتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. بله این موضوع هم درسته که دوستان میفرمایند که خیلی از اسکالپر از جفت ارزهایی استفاده میکنن که نوسانات خیلی زیادتری داره و من این رو عرض کردم که بستگی داره اون روشی که شما استفاده میکنید آیا طراح روش این رو به شما گفته یا خیر. ممکنه طراح روش به شما گفته باشه که نه باید در ساعت غیر فعال و جفت ارزهای غیر فعال استفاده کنید، اما خیلی از روش‌ها من موافقم اینطور هست که روی جفت ارزهای با نوسان خیلی بیشتر و همینطور در ساعت‌هایی از بازار که نوسان خیلی زیاد هست باید در واقع استفاده کرد. پس این رو میذاریم به صلاح دید و تستی که کسی که روش رو ابداع کرده به شما بگه که باید چه کار کنید، ولی نمیشه هر روش اسکالپی که به شما معرفی شد رو شما بخواید این موضوع رو بهش تعمیم بدید. راجع به ماهیت بایوسلی که میزنیم، حقیقتش اگر کسی اندیکاتورهایی که معرفی شد رو بشناسه میدونه که این کراس ها و اینها به نظر من از لحاظ تکنیکالی تایید شده است. یعنی زمانی که کراس در مکفی اتفاق میفته به سمت بالا یا پایین، خب این یک سیگنال خیلی خوبی است، یک آلارم خیلی خوبی است. آرس های هم کراس 50 معمولا نکات خیلی زیادی رو در بر داره و همینطور مووینگ 3 معمولا کراسش با یک مووینگ دیگه سیگنال ورود هست. فکر می‌کنم ترکیب اینها از لحاظ علمی صحیح باشه. این استراتژی که امروز معرفی شد رو که دوستان پرسیدن که آیا تایم فریم های بالاتر رو باید چک کنیم، عرض می‌کنم خیر. این استراتژی در تایم 1 دقیقه استفاده میشه و فقط لازم هست که زمان خبر نباشه. این استراتژی این قابلیت رو به دلیل مدل تکنیکالیش داره که در همه تایم های فعال بازار استفاده بشه غیر از زمان خبر. خب این موضوعی بود که باید عرض می‌شد. جفت ارز هم که 100% عرض شد فقط یورو یو اس دی. به وقت تهران بهتره که این رو عصرها استفاده کنید، یعنی اجازه بدید بازار اروپا باز بشه و جا بیفته. شاید به صورت دقیق بتونم بگم ساعت 1:30-2 بعد از ظهر به وقت تهران تا ساعت 9 الی 9:30 شب و بهترین تایم فریم هم که حالا فیلم رو دوباره مشاهده میکنید اینها همش عرض شده که تایم فریم فقط 1 دقیقه هست چون روش اسکالپ و توصیه میکنم اگر اسکالپری هستید که تازه میخواید شروع کنید حتما یک جفت ارز اونم یورو یو اس دی جلوی چشم شما باشه و فقط از اون استفاده کنید و خیلی
منطقی نیست که در روش اسکایپ ما تعداد جفت ارقام زیاد باشه، چون فرصت نیست که شما حتی بخواید چارت هاتون رو با کلیک عوض بکنید و بخواید مدیریت کنید ذهنتون رو که کدوم چارت در حال سیگنال دادن هست و این کار بسیار اشتباهه و بهتره فقط یک چارت جلوی چشم شما باشه. تازه چک کردن اون هم واقعا کار سختی است. دوستان فرصت ما تموم شده، نگران نباشید. قول به شما میدم که ما راجع به استراتژی‌های اسکالپ و مسائل و سوالات شما راجع به اون حتما وبینارهای دیگه رو طراحی می‌کنیم و خدمت شما ارائه میدیم. اجازه میخوام که از حضورتون تو هفته